بسم الله. نیت‌های طهارت. به درستی که پاکیزگی در اسلام این تنها شستن بدن با آب نیست، بلکه پاکیزگی این یک روزنه نور است که از آن قلب مؤمن به سوی پروردگار خود می‌نگرد و طهارت کلید هر عبادت است، آغاز هر نزدیکی و اولین قدم به سوی رضایت پروردگار میباشد. هر قطره آب که از روی بنده یا دستان بنده یا پایه‌های بنده جاری می‌شود تنها آب نیست، این پیام توبه، آشکار شدن احترام و نشانه محبت به پروردگار را نشان می‌دهد. و طهارت عمل است که جسم را می‌شوید، اما آن در اصل دل را پاکیزه می‌گرداند، آرامی و نور تواضع می‌آورد. هر بنده‌ای که با طهارت در نزد پروردگار می‌ایستد در اصل با پروردگار با صحبت در نزد او آماده می‌شود. و این عمل ظاهری طهارت گرفتن اگر با نیت درست انجام شود می‌تواند بنده را به درجه‌های والایی برساند که تنها با این درجه ها با اخلاص، با نیت نیک و با این پاکیزگی به آن برسد و سزاوار آن بگردد است. برای همین علما که فرمودن هر که نیت های زیبا داشته باشد عملهایش نیز زیباتر میگردد. پس نیت های طهارت تنها نیت کردن نیست که اینها درها به سوی نور است، سبب های مغفرت و باران های رحمت و اسرار میان بنده و پروردگارش خواهد بود. و در این رساله نوبتی که قسمت سوم قرار میگیرد بزرگی طهارت، دلیل‌های معنی عمیقش را بر شما بیان خواهیم کرد تا این طهارت پاکدامنی یک عمل عادی برای شما قرار نگیرد، به یک عبادت پرنور و پرمعنی تبدیل بگردد. پس نیت الطهاره، نیت‌های طهارت. النظافه من الایمان، اولین نیتی که بنده از برای طهارت برمیخیزد پاکیزگی از ایمان، پاکیزگی ایمان. طهارت بنده را به الله سبحانه و تعالی از جهت جسمانی و نورانی پاک می‌سازد و مؤمن با پاکی از دیگران فرق می‌کند و دلیل آن قول رسول صلی الله علیه و سلم است که فرمودند الطهور شطر الایمان، به درستی پاکیزگی این نصف ایمان است، روایت مسلم. و دیگری از نیت‌های طهارت سقوط الذنوب مع كل قطره الماء، ریختن گناهان با هر یک قطره آبی که از بدن انسان میریزد. پس طهارت تنها شستن نیست، بلکه کفاره و پاکشوی گناهان قرار میگیرد، گناهان خرد. و هر قطره از عضو جاری میشود گناه از بدن دور میگردد، چگونه که رسول الله که روایت مسلم است فرمودند یخرج خطایاه مع الماء، به درستی گناهان با آب بیرون میروند. و همچنین البروز بیوم القیامت غرا محجلین، درخشیدن با نور در روز قیامت قرار میگیرد این طهارت. و هر عضوی که در دنیا با وضو شسته میشود در قیامت مثل نور درخشان قرار میگیرد، چگونه که رسول الله فرمودند ان امتی یدعون غرا محجلین من آثار الوضوء، امتی من با نور از طهارت فرا خوانده میشوند در روز قیامت، روایت بخاری و مسلم. با این نور روشن آنها شناخته میشوند. و دیگری از نیت‌های طهارت این که فتح ابواب الجنه بعد شهادتین، گشوده شدن درهای بهشت بعد از نطق شهادتین، یعنی هر کی پس از وضو شهادت بگوید، این کلمات را با زبان بگوید، 8 در بهشت برایش باز و گشوده میگردد، چگونه که رسول الله در روایت مسلم فرمودند من توضأ فاحسن الوضوء، هر کسی که وضو بگیرد و وضوءش را نیک نماید ثم قال، سپس بگوید اشهد ان لا اله الا الله، شهادت میدهم که نیست معبودی بر حق بجز الله، فتحت له ابواب الجنه 8، به درستی که 8 در جنت برای او بنده شده میشود. و دیگری از نیت‌ها این الحصول علی محبت الله، حاصل نمودن و حاصل کردن محبت بنده پروردگارش را. الله پاکی را دوست می‌دارد، بنابراین طهارت سبب محبت تو ای بنده به پروردگارت می‌گردد. و درستی که الله می‌فرماید ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، به درستی که البته الله سبحانه و تعالی توبه کنندگان را دوست می‌دارد و پاکیزگان را نیز دوست می‌دارد. و دیگری از نیت‌های طهارت و پاکیزگی الا یتأذى الملائکه، اینکه ملائکه ها از تو رنج آزار نبینند، چون فرشتگان از بوی بد رنج می‌بینند، طهارت آن را از آزار نگاه می‌دارد. و رسول الله فرمودند ان الملائکه یتأذى مما یتأذى منه بنی آدم، به درستی که ملائکه ها آزار می‌بینند از آنچه که فرزند آدم آزار می‌بیند، روایت مسلم. و دیگری از نیت‌های طهارت
الصلاة الرکعتین بعد الوضوء، خواندن 2 رکعت نماز بعد وضو، و این عمل سبب بخشش گناهان و بالا شدن درجه تو ای بنده در نزد پروردگار میگردد. قصه بلال، پیامبر الله صلی الله علیه و گفتند که هر بار او وضو میکرد 2 رکعت میخواند. روایت بخاری و مسلم. دعوت صامته بین العبد و ربی، این دعای مخفی بین بنده و پروردگارش قرار میگیرد. نیت پنهانی از عمل ظاهری بهتر است. طهارت به بنده آرامی و اخلاص را میدهد. و همچنین دیگری از نیت‌های طهارت الاستعداد لمناجات الله فی الصلاة، استعداد آمادگی از برای صحبت و مناجات با پروردگار. به درستی که وضو این کلید نماز است. آمادگی برای ایستادن در نزد پروردگار است. رسول الله فرمود لا تقبل صلاة بغیر طهور، اینکه هیچ نماز بی طهارت قبول نمیگردد. روایت مسلم. احیاء سنن النبی، دیگری از نیت‌ها اینکه زنده گرداندن سنت رسول صلی الله علیه و سلم. هر کی سنت را زنده میکند ثواب تمامی پیروان را میگیرد. چون که رسول الله فرمودند من احیا سنت من سنتی فله اجرها، هر کس سنت از سنت‌های من را زنده بگرداند برای او اجر و پاداشش است. و دیگری از نیت‌ها این ابعاد الشیطان، رانده شدن شیطان، دور گشتن شیطان. پاکی و ذکر شیطان را از بدن دور می‌سازد. چون که رسول الله فرمودند ان الشیطان یفر من بیت الذی یقرأ فیه سورة البقره، شیطان از آن خانه‌ای که در آن سوره بقره تلاوت می شود فرار میکند و تو قرآن را تلاوت نمیکنی مگر با طهارت. پاکی از بزرگترین سلاح‌ها بر ضد شیطان است و شیطان صفتان است. و زیادت الحسنات و نقصان السیئات، افزایش ثواب‌ها و کم شدن گناهان. چون هر وضو گناهان تو را میشوید و ثواب و اجر تو را بیشتر میگرداند. چون که روایت نسائی است گفتند الوضوء کفاره، وضو این کفارت گناهان بنده است. و همچنین الاستحیاء الاعضاء من الله، شرم داشتن اعضای بدن از الله سبحانه و تعالی. چون عضوهای بدن در روز قیامت شهادت نیک میدهند اگر تو با این کار خود را مداومت نمایی. چون که الله فرمود یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم، روز قیامت روز است که زبانها، دست و پایهایش در نزد پروردگار شهادت میدهد. و دیگر از نیتها رفع درجاتی، بلند شدن درجه ها قرار میگیرد. وضو در سختی، در سردی، در خوابالودی درجه ها را میبردارد. چون رسول الله فرمود که اسباغ الوضوء علی المکاره و رفع درجات، وضو را کامل کردن این از مکارم اخلاق است و بالا شدن درجات بنده میگردد. و همچنین از همنشینان با فرشتگان قرار میگیرد. چون ملائکه ها بر مکان های پاکیزه قرار میگیرند. ان لله ملائکه، بدرست که از برای الله ملائکه ها سیارین، دور زننده ها است. یحفون اهل الذکر، اهل ذکر را دور میزنند، میپوشانند. و دیگری از نیت‌های وضو پاک نمودن عضوهایی که به گناه آمیخته شده اند. چشم، زبان، دست، پایها و بعضی سببها به گناه رفتن، وضو آنها را پاکیزه میگرداند ای بنده. چون رسول الله گفتند العینان تزنیان، به درستی که چشم هم زنا میکند، گناه میکند، گناه میورزد. و همچنین دیگری از نیت‌ها احیاء القلب بالذکر، زنده گردانیدن قلب با ذکر و یاد پروردگار. چون طهارت خود ذکر حسابیده می شود و ذکر قلب را بیدار می کند. و رسول الله فرمودند مثل الذی یذکر ربه والذی لا یذکر ربه، مثال آن کسی که پروردگارش را ذکر می نماید و آن کسی که پروردگارش ذکر نمیاد کالحی والمیت، مثل مرده و زنده است. و دیگری از نیت های وضو این شکر نعمتی که الله بر تو عطا کرده است می باشد. یکی از بزرگترین نعمت هاست. با طهارت و قصد نماز، با نیت پاک و اخلاص، بنده نشان میدهد که با پروردگارش سپاسگزار و شکرگزاری میکند و نباید در این طهارت اسراف کاری کرد. چون رسول الله من کردند لا تسرفوا فی الماء، گفتند در آب اسراف نکنید. ولو کنت فی نهر جار، اگر از نهری که جاری میشود تو هم وضو بگیری. روایت ابن ماجه. و الله اسراف کاران را دوست نمی‌دارد. ان الله لا يحب، دوست نمی‌دارد مسرفین، اسراف کاران را. و توفیق از جانب الله سبحانه و تعالی است. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیه.